سلام بچه ها، بریم سراغ یه درس سریالی دیگه از دوره انگلیسی بدون ترس. ما 16 تا درس داریم که توی هر درس 5 تا از افعال بیقاعده رو توشون یاد میگیریم. حالا افعال بیقاعده چیا هستن؟ توی دروس کتاب گرامر یوز که با هم پیش بردیم یاد گرفتیم که برای استفاده از افعال توی زمان گذشته یا زمان حال کامل شکل فعل تغییر میکنه. اکثر فعلا با گرفتن یه ایدی میشه ازشون توی این زمانها استفاده کرد، اما یه تعدادی از فعلا هم هستن که قاعده مشخصی ندارن و اینا رو دیگه باید حفظ کرد. ما توی این 16 تا درس جدا جدا این افعال رو با مثال یاد میگیریم. طولانیش نمی کنم، بریم سراغ یادگیری افعالمون. اولین فعلمون فعل بی. در زمان گذشته پس سیمپل از واز و ور استفاده میشه. واز که برای مفرد، ور هم برای جمع. توی شکل سوم فعلمون یعنی پس پارتیکل از فعل بین استفاده میشه، یعنی بی در شکل ساده، واز و ور در گذشته و بین در زمان حال کامل به عنوان مثال استفاده میشه. معنی همشون هم بودن هست که حالا توی زمانهای مختلف میتونه ترجمهش نسبت به زمانی که داریم استفاده میکنیم تغییر بکنه. بریم سراغ اول وازوور و مثال هاش. مثال اولمون I was tired yesterday. من دیروز خسته بودم. من بودم خسته دیروز. مثال دوم برای were جمع They were at home last night. اونها دیشب توی خونه بودند، در خونه بودند. شکل سوم فعل بین، فعل بی که بین هست. مثالش I have been busy all day. یعنی من تمام روز مشغول بوده ام. دقت کنید زمان حال کامل که یاد گرفتین I have been. چون زمان حال کامله معمولا در ترجمهش هم یاد گرفتیم که اینجوری ترجمه میکنیم بوده ام، یعنی تا همین الان I have been busy all day. من تمام روز مشغول بوده ام. مثال دوم She has been in London before. یعنی اون قبلا در لندن بوده است. فعل بعدیمون فعل have به معنی داشتن. در زمان پس سیمپل و پس پارتیکل گذشته و حال کامل شکل دوم و سوم فعلمون از had استفاده میشه. هر دوتا had. have تبدیل میشه به had. در شکل سادهش I have a car. من یک ماشین دارم. داشتن معنیش میشه دیگه. در شکل دوم یعنی در زمان گذشته که had استفاده میشه. مثالش She had a bicycle when she was young. اون وقتی جوان بود یک دوچرخه داشت. داشتن she had اون داشت. گذشته هم هست. مثال دوم We had dinner at 8. یعنی ما ساعت 8 شام خوردیم. had اینجا معنی صرف کردن هم میده دیگه. یاد گرفتیم have یه جایی معنی صرف کردن و صبحونه خوردن یا حتی برای دوش گرفتن هم استفاده میشه. بیشتر از حالت محترمانه خوردن میشه تو فارسی صرف کردن هم ترجمهش کرد. شکل سوم فعل have که برای زمان حال کامل استفاده میشه. I have had this phone for 3 years. من 3 سال است این گوشی رو دارم. دقت کنید have اولی اون کلمه‌ای هست که برای زمان حال کامل استفاده میشه. ما داشتن رو از had داریم میگیریم. اون have معنی نمیده در واقع. همیشه در زمان حال کامل ما have و has رو داریم. مثال دوم They have had many problems. آنها مشکلات زیادی داشتند. داشته اند در واقع.
فعل چهارم do به معنی انجام دادن. مثال they do a lot of work. اونها کار زیادی انجام میدهند. اونها زیاد کار میکنند. مثالش they do a lot of work. اونها کار زیادی انجام میدهند یا اونها زیاد کار میکنند. شکل دوم و گذشته فعل do did. مثال she did her homework yesterday. اون دیروز تکالیفش رو انجام داد. گذشته است. we did our best. ما تمام تلاشمون رو کردیم. در واقع معنی تحت لفظیش میشه ما بهترین خودمون رو انجام دادیم یا بهترین خودمون رو گذاشتیم. همون میشه اینجوری هم ترجمهش کرد که ما تمام تلاشمون رو کردیم. شکل سوم فعل do done که در زمان حال کامل هم استفاده میشه. I have done the job. من کار رو انجام داده ام. مثال دوم they have done everything. اونها همه چیز رو انجام داده اند. فعل بعدیمون go به معنی رفتن. در شکل‌های بعدیش می‌بینیم که در زمان گذشته went و در زمان شکل سوم فعل go هم gone هست که هر سه تا هم یک معنی میدن. I go to school every day. من هر روز به مدرسه میرم. I go من میرم به مدرسه هر روز. همینطوری که میبینید زمان حال ساده است دیگه، کلیه. من هر روز به مدرسه میرم. اما شکل دوم فعل go یعنی went در زمان گذشته. مثالش We went to the beach last summer. ما تابستون گذشته به ساحل رفتیم. مثال بعدی She went to work early. یعنی او زود به محل کار رفت. او زود به محل کار رفت. شکل سوم فعل go gone به معنی باز هم همون رفتن. مثالش He has gone home. او به خانه رفته است. چرا has به جای have؟ چون he اومده. سوم شخصه و از has استفاده شده. He has gone home. او به خانه رفته است. مثال بعدی They have gone to Turkey. اونا به ترکیه رفته اند. اما آخرین فعل از این درسمون فعل come به معنی آمدن. مثال Please come here. لطفاً بیا اینجا. حال ساده است. در شکل گذشتهش از فعل came استفاده میشه و شکل سوم دوباره come. در شکل حالت عادی come، came و come دوباره. بریم گذشته came. مثال اول She came late yesterday. او دیروز دیر آمد. مثال دوم My friend came to visit me. یعنی دوستم به دیدن من آمد. گذشته است دیگه هر دوتا. پس came اومد یعنی در مورد گذشته داریم صحبت میکنیم. اما شکل سومش که دوباره از کام استفاده میشه و برای زمان حال کامل هم استفاده میشه. مثالهاش مثال اول He has come back. او برگشته است. یادتون باشه در زمان حال کامل ویژگیش این بود که اتفاقی که در گذشته افتاده و هنوز تأثیرش وجود داره. اون برگشته یعنی همین الان هست. مثال دوم They have come to help us. اونها برای کمک به ما آمده اند. خیلی خوب این هم 5 تا فعل بیقاعده اول. سعی کنید اینا رو مرور کنید، تمرین کنید تا توی حافظتون
بمونه و چیزی رو از دست ندید. بدون اینکه مسلط نشید ترجیحاً وارد درس بعدی نشید. سعی کنید اینا رو تمرین کنید، بنویسید و مثال‌هاش رو سعی کنید چند بار بنویسید. اگه تونستید، در توانتون بود، خودتون مثال بنویسید، مثال‌هایی رو بنویسید تا توی خاطرتون قشنگ و کامل بمونه. ما رو سابسکرایب کنید و تا درس بعدی فعلا خداحافظ.